اگه هر روز به مدت 1 سال تخم مرغ آبپز بخورین چه اتفاقی براتون میفته؟ روز اول ممکنه که اصلا تخم مرغ آبپز دوست نداشته باشین، چون واقعا طعم و مزه خاصی نداره. اما چون مدتیه که احساس ضعف دارین و میدونین تخم مرغ سرشار از پروتئین، پس از سر ناچاری میخورینش. روز هفتم دیگه از مزهش بدتون نمیاد و اتفاقا هوس هم میکنین. همین که از خواب بیدار میشین دلتون میخواد تخم مرغ بخورین. بعد از 1 ماه دیگه احساس ضعف نمی‌کنین و هر روز سر حال از خواب بیدار میشین. همه اینها به خاطر اینه که زرده تخم مرغ ماده‌ای به نام لسیتین داره که باعث افزایش متابولیسم در کبد میشه و شما رو خوشحال‌تر میکنه. بعد از 2 ماه حافظتون خیلی بهتر میشه و راندمان کاریتون بالاتر میره. همینطور که لسیتین بدنتون بیشتر میشه، سلول‌های مغز مواد مغذی بیشتری دریافت میکنن. انتقال اطلاعات سریعتر اتفاق میفته و مغز سرزنده و پر انرژی میشه. از طرفی باعث کاهش فرسودگی مغز میشه و عملکردهای شناختیتون بهبود پیدا میکنه. بعد از 3 ماه پروتئین‌های موجود در تخم مرغ باعث عضله‌سازی میشه. بعد از 6 ماه پوستتون صاف و ارتجاعی میشه و چین و چروکش هم از بین میره، چون که تخم مرغ حاوی آنتی اکسیدان و اسیدامینه و مولکول‌های بیواکتیوه. 8 ماه بعد بدنتون در برابر بیماری‌ها مقاوم میشه. به ندرت سرما می‌خورین و خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناکتون کمتر میشه. 1 سال بعد وقتی به عکساتون نگاه میکنین ممکنه خودتون رو نشناسین.